دیدید بعضی وقتا دستگاه تصفیه آب قطع میکنه؟ همه چیزاشو عوض کردیم، همه فیلتراشو عوض کردیم، سرویس کردیم، سرویسکار بالا سرش بوده، اما یهو قطع میکنه. دلایل مختلفی داره. اولین قسمت دستگاه تصفیه آب که باید چکش کنیم دو شاخه برق دستگاه تصفیه آبه. خب توی همه وسایل برقی احتمال داره سیمش کنده شده باشه از داخل، یا حتی دو شاخه قطع کرده باشه، حتی پریز برقمون ایراد داشته باشه. اما اگر هیچ کدوم از اینا نبود، میایم مستقیما سراغ خود ترانس یا آداپتور دستگاه تصفیه آب. این ترانس باید بتونه برقو تولید کنه از 220 یا 110 ولت برسونش به 24 ولت دی سی با 1.2 آمپر تا بتونه این پمپ رو آماده کنه برای کارکرد درون دستگاه. برای اینکه بدونم این آداپتور داره کار میکنه یا نه، ابتدا میام فیش پمپ رو و فیش ترانس رو به همدیگه وصل میکنم. اگر پمپ من شروع کرد به کار، اینجا ترانس هم سالمه. اما اگر اینجا کار نکرد، فقط ترانس رو عوض میکنیم. حالا من برق رو زدم، ترانس هم سالم بود، متوجه شدم. باید بگردم قسمت های بعدی برقی دستگاهمو پیدا کنم. برق دستگاه تصفیه آب به صورت سری یا پشت سر همه، یعنی از بیرون به منبع تغذیه دستگاه یا ترانس دستگاه وصل میشه. این ترانس یک خط برق رو میرسونه به کلید لو پرژر، کلید لو پرژر وصل میشه به کلید های پرژر، های پرژر وصل میشه به پمپ و پمپ وصل میشه به منبع تغذیه. مجددا یک دور کامل. هر قطعه توی این مسیر به هر دلیلی قطع بشه، دستگاه ما از کار میفته. یکی از دلایلش جدا شدن هر کدوم از این سرسیما از جای خودشه. بعضی وقتا دستگاه لرزش داره، بعضی وقتا داریم فیلتر عوض میکنیم یا شلنگی رو از جاش در میاریم بیرون، این سیم هم از جای خودش خارج میشه. میتونیم نگاه کنیم هر کدوم از این سیم ها بود، سر جای خودش قرارش بدیم. یه دلیل دیگهش اینه که هر کدوم از این کلیدهایی که به صورت سری داخل دستگاه قرار گرفتن و دستگاه رو روشن میکنن و کنترل روشن شدن یا خاموش شدن پمپ دستشونه، از مدار خارج شده باشن. برای تست این دوتا کلید بهترین راه اینه دوتا فیش برقی اونها رو از سرش جدا کنیم، روکش هاشو عقب بدیم و دوتا سیم رو به هم وصل کنیم. اگه دستگاه توی هر قسمت اینا که این فیش های خودشون رو به هم میزنیم وصل شد، اون قطعه معیوبه و باید تعویض بشه، چه لو پرژر چه های پرژر. این بخش برقی دستگاه تصفیه آب بود.